تو این جلسه میخوام تغییر مک کنترل بورد رو به شما بگم. این کنترل بوردی که ما اینجا داریم دقت کنید این پارت روش هستش، اینم مکش هستش. دقت کنید نوشته مک آدرس. من الان مک آدرس رو تغییر میدم، شما مشاهده میکنید کنترل بورد S9J هست. تغییر مکش رو با من همراه باشید. برای تغییر مک کنترل بورد ما به یک مبدل USB به سریال نیاز داریم تا دسترسی به حافظه یا نند یا فریمور این کنترل بورد داشته باشیم. حالا ما الان در مورد S9 داریم صحبت میکنیم، جلسات بعد در مورد وات صحبت میکنیم، S19J، هیدرو، اصلا هیچ فرقی ندارن، یه شاکله اصلی دارن، تو هر کدومشون فقط یه اختلافایی داره اما بیس همشون ثابته. من اومدم از یک مبدل اینجا استفاده کردم، USB به سریال به کامپورت من وصل شده. من اگر بیارم کام چند هستش، دقت کنید به کامپورت 41 وصل شده. ببینید من دورشو خط میکشم، ببینید اینجا وصل شده کام 41. اوکی، حالا شما این نرم افزار رو باز میکنید، وارد نرم افزار میشید، طریقه اتصالتون رو کانکت شدنتون اینجا مشخص میکنید. من میخوام از طریق سریال وصل شم، میاد انتخاب میکنید کام 41، نوع مبدل USB به سریالتون رو دقت کنید اینجا خودش هم نوشته کام 41 مبدل USB به سریالتون رو انتخاب میکنید، سرعتش رو انتخاب میکنید، سرعتش رو 11.5220 میذارم و در آخر کلید اوکی رو میذارم و همین سادگی. توی این نوشته ها کل مشخصات این کنترل بورد هست. شما هر چی که میخواید تغییر بدید، چه از پولی، مثلا یه پول مخفی میخواید تو این بذارید، میخواید مکش رو تغییر بدید، میخواید پورت رو ببندید، میخواید دسترسی یه پورت رو ببندید، میخواید دور فن از یه حدی نذارید بره بالا، اصلا هر کاری که شما بخواید میتونید تو این انجام بدید. فقط باید دانشش رو داشته باشید، تمام. و خیلی هم ساده بهتون گفتم چجوری وصل شید. و در ادامه ما به این کنترل بورد وصل شدیم. بذارید من براتون بیارم. الان میگه کنترل بوردی که ما داریم آی پی چنده؟ 192.168.1.146. اوکیه؟ حالا من اینو میخوام تغییر بدم. من توی کرنل توی این لاگ من یه سری مشخصات میارم برای شما، ببینید چقدر مشخصات میشه از توی این در آورد. بعد از تغییر مک این همون کنترل بورد ما هستش. من میخوام به شما اینو نمایش بدم که مک ما تغییر کردش. دقت کنید اینجا رو، آی پی دستگاه تغییر کرد و مک هم تغییر کرد. موفق باشید.